سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتهاش، از آن جمله برای بهترین و بالاترین نعمت رب العالمین ایمان است. خداوند شکرانه میگم و از رب العالمین آرزو و مسئلتی آن را دارم که از دنیا به ایمان رفتنم نصیبم گردانده باشد. اما بعد یک چند دقیقه مختصر درباره یک موضوع بسیار مهم میخوام برای شما هم گوش زد هم خاطر رسان بسازم. در اینجا از برنده خواهش میکنم که موضوع ما را برای شما روشنی به اندازه یک اعلان کنه، بعد ما صحبت کنیم. 22 ایول سال 1989 در اجلاس دهم شورای عالی تاجیکستان قانون زبان قبول گردیده بود. طبق گفته برنده و قرار قبول شده باید که هر سال ما 22 ایول همچون روزی زبان دولتی بشناسیم و جشنش بگیریم. زیرا هر یک چیزی که ما در دنیا میبینیم اگر مخلوقش بگیم تاریخ خودش داره. هر یک چیز مانند انسان مثلا تاریخ یا که بگیم روزی زادروزش داره، هر سال جشن دیگه میگیرش و نمیگیرش یا که درست نیست، اما روزی تاریخش داره. یعنی انسان روزی زادروزش انمی زبان دولتی هم 22 ایول هر سال باید جشن گرفته شود. اما متاسفانه که در این روز هم خیانت شد. از اینجا برنده خواهش میکنیم که روشنی بدازه که چه خیل خیانت شد، کی شد، بعد ما صحبت کنیم. 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و این سنه رسما روز زبان دولتی اعلام گردیده با فهرست جشن‌های دولتی و ملی وارد کرده شد. اینا ببینید، برنده بگیم به زبان آشکار برای ما و شما اعلان کرد، گوش زد، ساخت تا ما بدانیم که 2009 روزی زبان دولتی را از 22 بردن به 5 اکتبر. چی با بردنش؟ چرا روزی تاریخ عوض کردن؟ هر سال اگر همین 22 میبود چیکار میکرد؟ کجا بگیم که ضرر میدید؟ کی ضرر میدید؟ چی با بردنش؟ دیگر جوش بردن. مثلا یک برا بردن 3 ماه او طرف 5 اکتبر هر سال باید ما همین روزه روزی زبان دولتی جشن بگیریم. اوگوست، سپتامبر چیکار میکرد؟ اگر واقعا یگان غرضی دیگر داشتین، یا که 10 اکتبر، 20 اکتبر یا که نوامبر دا میبردینش چیکار میکرد؟ مخصوص 5 دا بردینش. 5 اکتبر روزی زادروزی رامونوف. دیدین؟ برای خودش خرسان کردن یک جشن مهمه برد در روزی زادروزش موند. دیگه یگان بگیم بهانه و یگان اینوای نداره. مخصوص برای خودش برد در روزی 5 موندش. دیدین خیانته؟ پارلمان وکیلا عبیدالله خیانت کردن روزی تاریخی ما را عوض کردن، بردن در روزی زادروزی رامونوف موندن. ای بای چی بر زادروزی رامونوف بیارین در 22 مونه؟ میشه آورده. میشه که رامونوف هر سال 22 ایون زادروزش یا که بگیم دمو دیرجدنش قید کنه. نمیکنه. برای او هم روزی 5 معنی داره، زیرا تولدش 5 اکتبر. انمی روزی زبان دولتی هم 22 ایول معنی داره، او 5 معنی نداره. شما دز دیدین این روزه. مردم یا که هموطنان شما بدونین که این روزه دز دیدگی هن. اینا نگاه کنید، قائل شید خودش دزدی ملت یا دزدی عالی قائل شید که 2009 همی کار شدگی. 2009 حلیش کردن، تغییرات آوردن در قانونشون و بردن در روزی زادروزش موندن. همین قدر جشن کرچکا، پیازی، سیب و عسل، شکر و نان، همین قدر جشن و سیر نکردی رامونوف، همین روز هم بردی در روز زادروز موندی. وقتی که جایی که سفر میکنی، همین رامونوف که جایی سفر میکنن مانند زادروز شای شعرش میخونن، سرودش میخونن، رقص بازیش میکنن، این طبق دسترخوانش حساب نداره، نزدش میارن نانوی میده و کلون رنگ و رنگ، همه نمودی
بگیم خدمت‌ها را، همه نمودی نعمت‌ها را بر امانف روا میبینن یا که پیشنهاد میکنن. همین خودش مانند زادروز شد. دیگه احتیاج به این نبود که روزی زبان بیاره در روزی زادروزش بمونه. باید ما و شما هموطنان نگذاریم که این روزهای تاریخی را و حتی بعضی شما یاد دارین که بعضی بیناهای تاریخی را یا خراب کردگیان. در دوشنبه و در دیگر ناحیه‌ها همین بیناهای تاریخی را یا خراب کردگیان. خیانت به ملت کردند، خیانت به تاریخ ما و شما و فرهنگ ما و شما کردند. یا را باید ما نبخشیم و این قرارشون نگیریم. یا هر سال باید ما هم خیلی خاطررسان بسازیم، به مردم گوشزد بکنیم که 22 ایول روز زبان دولتی است. در آخر از برنده خواهش میکنیم که شخصا از نام بنده و شما تمام مردم روز زبان دولتی را تبریک بگه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنده بفرما. مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و همه شما حاضرین محترم را به مناسبت روز زبان دولتی صمیمانه تبریک میگویم.